بیلیارد بازی کردن درسته یا نه؟ برای یک برادر سوال کرد. بعد یک ویدیویگر روان کرد و برادر در او ویدیو یک دعوتگر کلان جهان است که بیلیارد بازی میکنه. یعنی مثلا بعضی نوارهای یک دقیقگی هست. مثلا همینجا من گذشته برافسیدیم آمدید مثلا بیلیارد بازی کردید 1 دقیقه. یعنی این بیلیارد مکروه هست اصلا. لیکن وقتی که از نماز میدارد و وقت ضایع میکنه این که سپورت خوب هم نیست. تنیس خوبه، مثلا تنیس بازی کردن اینو یعنی به مشق جسمانی دارد. اما بیلیارد یعنی مکروه هست. یعنی این مانند نردی و مانند شطرنج نیست، ولی بهترش ترک کردن است. مکروه اون عملی که ترک کنید ثواب میگیرید، کنید گناهکار نمیشید.